اینترنت پر بسازه. ای جوانی محترم، از اسلام تعریف کو، دعوت داده بود. کدام عالمی که توحید بیان میکنه مخالفین داره. یک عالم دیگه نداره. بله در این زمان کسی که موضوع جهاد علنی بیان کنه، کفر بد بگوید، جهاد اعلان کنه، بله او هم مخالف پیدا میکنه، نه از طریق عوام او را خیلی مدح میکنه، از طریقی که حکومت ها. لیکن دوم عالم که مخالف داره کدام عالم است؟ که موضوع یک تا پرستی کی را بیان میکنه؟ مردم دعوت میده به الله پرستی، از پیر پرستی، از ملا پرستی، از آخونزاده پرستی، از میا پرستی و از سید پرستی، از قبر پرستی و چنار پرستی دعوت میده که بیایی به یک الله پرستش کنیم. اینی ملا مخالفین داره یا نداره؟ قرآن برای ما میگه مخالفین داری. توحید الله را که بیان کردی، قل تو بیان کردی، دشمنا سرت میخیزه. حالی چاره نداری که به الله پناه بگیری. واحد و دعوتگری توحید الله میگه بله در وقت دعوتی تو تاریکی ها زیاد می باشه، در تاریکی حشرم سری تو عمله داره، دزدم سر دمله داره، منافقین و مخالفین هم مشوره پٹ کرده رایسته علیه تو. لیکن انتظار بکش که یک ساعتی میایه که یک دمی تاریکی ها کلش چی میشه؟ دور میشه. کلش دور میشه. خب کی دور میشه؟ اگر مذبذب بودی دور نمیشه. بیرقی تا که بالا کردی ما پیروی کتاب الله و سنت رسول الله. اگر گفتی که حنفیستم، کتاب حنفی را برات میاره. میگه چرا مخالفتی مسئله را میکنی؟ مولای صاحبای خیلی مبارز دارین، لیکن بیچاره در بند گیر آمده. چرا؟ به خاطری که خود حنفی معرفی کرده که یک گپ میکنه، که یک گپ کرد این اسقاط رد کرد، یک دفعه فتاوی شامی را دایش میاره. حالی همین کتاب حنفی است یا نه؟ اینجا ذکر کرده. اینجا تو بیچاره مجبور میشی. حنفی خود میگه کتاب حنفی است. لیکن اگر تو گفتی که ما پیرو کتاب الله و حدیث صحیح پیغمبر الله هستم، بنابر ذکی امی آرزو تمنا و گفتاری کیست؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. آلی سر دلیل پیش کرده میتونه دلیل اسقاط برش میگم بیار به قرآن و حدیث ثابت کو. خب اگر نمیشه خلاص کتاب ذکر کرده باشه، یک عالم ذکر کرد، از خود امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول بیار که گفته باشه که اسقاط بکنه او علما نکنه، واضح بسازه، فلک صبح آشکارا کنه. خدا باز کسی نیست که در مقابلتان استاد شود. موضوعیت، مسلکیت، منهجیت معلوم است. خم تا که خم کمریت میده شد. حکمت تا که قدر حکمت آخر تا که مذهب حنفی را که واقعیت مذهب حنفی است و موافق کتاب الله و سنت رسول الله است، او را به سر و چشم به مردم واضح که اینی مذهب حنفی است. اینی مداخله شده در مذهب حنفی، در مذهب شافعی، در مذهب مالکی، در مذهب حنبلی مداخلات زیاد شده. ما مداخلات قبول آن چیزی که موافق کتاب کیست؟ الله و سنت رسول الله. چقدر خوب موحد انتظار داشته باش. روزی فرا میرسه که روشنی میباشه، به رب الفلک پناه بگی. مناسبت امیسته. من شر ما خلق، از شر آن چیزی که الله پیدا کرده. قرآن برات میگه هر چیزی که الله پیدا کرده او شر داره، شر پیدا میشه. خودی مخلوقی الله که پیدا کرده در فعل الله شر نیست، خلق الله شر نیست، لیکن در مخلوق گاهی شر پیدا میشه. کلشنکوف است در دست کافر میه مسلمانی واقعی را میکشه، خود در دست تو میه کافر را میکشی. کارخانه جور کرده، گناه کارخانه نیست، گناه از توسته که بری کافر موقع دادی کلشنکوف او گرفت، تو میگرفتی، مبارزه میکردی. پیش در ترجمه براتان گفتم ما مردم وسایل جدید بزرگترین وسایل چی است؟ تبلیغ، دعوت است. بجای از اینکه کافر در دست خود آورده کنترل کرده رایسته، در رأس شما مسلمان ها قرار بگیره. اینترنت پر بسازه. جوانی محترم از اسلام تعریف کو، دعوت داده برو. تلویزیون ها بهترین وسیله است که به شرطی که بگوی کسایی در اونجا ظاهر شود که حقیقت دین قرآن به مردم چی کنه؟ بیان کنه. او مسلمان در این وسایل تو پیش قدم مخلوق الله تو از استفاده بکن. ولی شری که پیدا میشه از او پناه بگی.